در قصر ورزشی شهر خوجند مسابقه برای دریافت جام فدراسیون فوتبال ولایت سوخت اوید با فوتزال به انجام رسید. این چاره‌بینی طبق نقشه چاره‌بینی‌های فدراسیون فوتبال ولایت در یکجایی با ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت راه اندازی شده طی 10 روز ادامه یافت. در مسابقه 8 دسته به 2 گروه تقسیم گردیده بین هم در یک دور بازی انجام دادند و 2 دسته پیشرفت از هر گروه و مرحله نیمه‌نهایی راه خط گرفتند. در گروه ا دسته‌های افکو نور ویتا موج اوریونو و در گروه ب تیم‌های شپرک بیمارخانه کودکانه جوانان مصطفی و مصطفی بین هم رقابت کردند. در این چاره‌بینی ورزشی دسته بیمارخانه کودکانه ولایت و تیم محله مصطفی مهارت بلند نشان داده به مرحله نهایی راه یافتند. دیدار نهایی بین این دسته‌ها جالب و تیز و تند جریان گرفت. در قسم اول دیدار کشودن حساب با بازیگران هر دو دسته میسر نشد. در دقیقه 29 کریم جان مرادوف حساب را کشوده دسته بیمارخانه کودکانه را به پیش برآورد. صمد شریفوف بازیگر دسته مصطفی در دقیقه 37 حساب را برابر کرد. امیر رسولوف در دقیقه 44 گل دومی موج اوریونو را به هدف رسانید. بازیگر تیم مصطفی بهروز رجب علی زاده در دقیقه 45 باز حساب را مساوی نمود. در ادامه واخوری بازیگران تیم مصطفی بهروز رجب علی زاده و صمد شریفوف به دروازه حریف باز یکتایی گل زدند و واخوری با حساب 4-2 به فایده دسته مصطفی به انجام رسید. همین طریق دسته محله مصطفی برنده جام فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در سال 2026 گردید. با غالبان جایزه‌داران و بازیگران بهترین مسابقه مدال و افتخارنامه، جام و جایزه ها را رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت در فضای تنتنوی تقدیم نمودند. مسابقه خیلی شوق‌آور گذشت. دسته‌ها خیلی پرقوت بودند. آینده می‌خواهیم که این مسابقه ها بسیار برگزار گردد و در مسابقه های جمهوری اشتراک کنیم.